ابو حنیفه میگه رأیت ابو حنیفه یصنع هکذا. ابو حنیفه را دیدم که خیلی اشاره میکرد و بسنیع رسول الله صلی الله علیه و سلم نفعل. ما با عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل میکنیم. آخه سند بدن ایرا امام اعظم ابو حنیفه قبول داشت میکرد. سند بدن ایرا امام ابو یوسف امام محمد شاگرداش میکردن. اما نمیدون دیگه با پیروی کیه. در همین عصرهای 10 یک پادشاه بود با نام از ابتدای عصر 11 بگیم الپ ارسلان غازیش میگن ایرا. سلطان سیمی سلجوقیه. همین سلطان پایتخت شهر مرو بود. در اطراف مرو شیعه بسیار سبزوار میگن یا منطقه همه شیعه بود. به خاطر آنکه اهل تشیع از اهل تسنن فرق کنن امر کرده است گفته است شما اشاره نکنید. شما نکنید ما در مسجد بفهمیم که کی شیعه کی سنی. اوه برای ای شیعه فرق کردن ما باید ترک سنت پیغمبر کنیم. سنت پیغمبر کو اشاره بوده است. عجیبش همیه که فقط در این مذهب حنفی در این مسئله اشاره سبابه رساله های جداگانه نوشتن. در یگان مذهب دیگه نیست طریقه. همین امام علی القاری خدا رحمتش کنه علی القاری هروی خدمو کتاب داره با نام تزیین العباره فی تحسین الاشاره. عباره های زیبا زینت عبارات در مسئله اشاره سبابه. 36 حدیث صحیح از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده است. در مقابلش یگان حدیثی حتی ضعیف نیست. در مقابل نبی 36 حدیث. خب نمیدونم چی در داریم. میگه که اگر نتونیش نکن. تو خدا همین عیب نیست. نماز به همین مرکبیش میتونیم میخونیم. نمازی که فرض داره، واجب داره، سنت داره، مستحب داره، ادب داره، مکروه داره، حرام داره. اینقدر مشکلی همین را میکنیم. همین یک چلیک برداشتن اگه اوقا مشکلی که نتونی نکن. بچه در سیرک خیل سوالا سپیتسوری را یاد میتن. همین یک چلیک برداشتنش اگه اوقا قیم بده است که اگر نتونی نکن. حقیقتا همین هیچ کار مجبور ما نمیکنیم که بکنه. نیک میکردگی را بچه ایراد نگیره. و سنت پیغمبر رای عمل امام اعظم ای مجتهدای مذهب همش همین سنت بگه. ایام عصر 11 و بعد نمیگه پای که مکروه های فلانای بسمدانای برمد به خاطر نمی سیاست چی دیده میگه فرمودن. روی تری چوپلوسی نکنیم بچه ها. همین گپ حقیقت همیه که این سنت پیغمبر خلاف نداره. همین سنت رو خداوند حفظ کنه. حضرت همین سوال دیگر داریم حضرت. بله. همین کسایی که گذشته فقط در خراولی همین مسجد معزین در اجازه بود که اذان بتیان. همین در روایت یافتن که اگر اذان بتی مردم نیایند گناهکار میشوند. اگر هیچ کسی نیاید مسجد حتما همین اگر اجازه داشته باشه مسجد باید امام معزین هم که نباشه. امام بیاید بدروید اذان بته قامت بگه نماز بخونه. اگر همه کی ترک مسجد همه قوم گناهکار میشوند. زیرا که مقصد با جماعت در مسجد نماز خواندن اگر چند به سنت ثابت شدگی به حدیث پیغمبر ثابت است اما از بس که حضرت هیچ وقت ترکش نمیکرد به عذر این را حتی حکم واجبش میکرد. حتی پیغمبر میگه خانه کسایی را که صدای اذان هم میشنون و نماز نمیان در میتون تو همین جرا شدید گرفتگی حضرت. برای همین اگر هیچ کارم که نباشه امام حق نداره دیگه مسجد بره. امام مسئول و موظف همین مسجد های خودش تو قمید رویا از اون میگه قامت میگه نماز هم میخونه. اگر همین خیل نکردن هم مسجد در حق هم قوم دعا میکنن که خداوند زیر و زبر شو که با قدر خونه که نمیرسن. هم یک نفر قدیرم ان شاء الله معدوم میشه اگر به شرطی که میکنن. همون حالت ها حقیقتا ضرورت بود خیلی کرانتین بدوی اما بسته بودن. مودم که امام حق داره امام باید بدروی خودش از اون بگه قامت بگه نماز بخونه. حضرت همین صحابه رسول الله سوال دادن چند تاش خوریم مرتب بود میگن. عدد چون خیلی زیاد بود. ای صدها نفر زیاد بودن الحمدلله. اما در بعضی جنگ ها همیو تلفات شدن. دو حادثه بسیار بزرگ شده در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم. انا وقعی رجع میگن وقعی معونه بئر معونه در همین موضوع ها زیاده 70 حافظ کل قرآن کشته شدن شهید شدن. زیاده 70 تا. بعدا در جنگ یمامه
وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت زمان خلافت ابوبکر صدیق بود یک بدبخت با نام مسیلمه نعوذ بالله دعوای نبوت پیغمبری کرد. اینا مسیلمه کذاب میگن. آن همی در همین جنگ یمامه به حد جنگ سخت بود. یک عده به نهایت زیادی حافظای قرآن شهید شدند. آن همین مسئله که بعد انا حضرت سبحان الله ابو حذیفه وقتی که از آذربایجان اومد پیش حضرت عمر اومد که انا یا صحابی پیغمبر گفت دریا قرآن پیش از او که در قرآن بین مسلمانان نزاع شود. حضرت عمر اومد نزد ابوبکر صدیق و تصمیم گرفتن همین زید ابن ثابت امر کردن که جمع کن قرآن را جمع کن که خدای نکرده آیسته آیسته اگر حافظای قرآن بروند مقصد که کم که مون شماره شو بخوای نخوایی در قرائت ها اختلاف میغلطه در خواندن و غلط ها پیدا میشود. بعد هم کتاب الامت تأسیس دادن ترتیب دادن. وقتی زمان حضرت عثمان شد از بس که ها این هذا القرآن انزل علی سبعة احرف قرآن به 7 حرف نازل شدگی است. بعضی هم اختلافات که در قرائت ها هست به خاطر اون که همش در یک رسم الخط جمع بیاید حضرت عثمان ایسر اینا کمیسیا تشکیل داد عبارت از 6 نفر. حضرت زید ابن ثابت سرداری هم کمیسیا بود. آنمی با ایسر اینا خشرو هر یک آیت جمع آوری کرده در هر آیت و 2 نفر شاهد گرفتن. هم شاهدایی که وقتی نزول هم آیت گواهی دادن که ما مقصد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدیم. هر آیتی را که همتری 2 کس اگر شاهدی نمیدادن زید ابن ثابت نمیگفت که در کتاب بنویسینش در اون مصحف. این همین رسم الخط عثمانیه که بعداً ثابت شد کو فقط همین یک آیت انا میگه که با شاهدی 1 نفر ثابت شده است. همین خیلی اومده است در همین کتابا با شاهدی خزیمه ابن ثابت صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما مفسرون میگن که خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ذو شهادتین بود. شهادت او ایتنی شهادت 2 کس قبول میشه. علتش اینه که یک روز حضرت صلی الله علیه و سلم اسب خرید از یک اعرابی که مشرک بود است. در بازار اسب شدید معقولش کرد. اسب وقت خرید در راه می اومدن که خونه سوخته یک منافق در پهلوی اون مشرک راست شد گفت در این نفروشش من چند دیرم زیادتر کد میتم. این کثافت هم در ازمی نشیشت گفت که من کده نفروختم اسبا. حضرت گفت آخی تو نوقتی من سودا کردی من گفتم که بیا سلطبتون بود. خیلی گفت اثبات کن شاهد بیار که من تده فروختگیم. همین وقت خزیمه ابن ثابت شنید اومد گفت من گواهی میتم هم در دنیا و هم در قیامت که حضرت صلی الله علیه و سلم اسب خرید است. بعد ناعلاج شد اسب فروخت. وقتی اسب فروخت حضرت گفت یا خزیمه تو نبودی تو چه خیلی گواهی دادی؟ گفت یا رسول الله ما برای کارهای اخروی طرف گواهی میتیم که تو پیغمبری بر حق خدا یک و یگانه غیبیات ما گواهی میتیم اکی یا اسب خونه سوخته چیه که ما برای اسب را گواهی دادیم؟ قسم به الله میدونم که او روش سیاه میگه دروغ میگه. اونم بدبختی منافق در برش استاد فردش کرد. و حضرت گفت که خزیمه ابن ثابت ذو شهادتین است. شهادتی ایتنی شهادت 2 کس قبول است. اما با وجود همین را میگه که شخص دیم شاهد دیم همین خود زید ابن ثابت که بود برای هم ثبتش کردن. این قرآن نه خیلی جمع آوری شده است. الحمدلله رب العالمین. اما عدد صحابه‌ای که حافظ قرآن بودن الحمدلله در اصل پیغمبر هم زیاد بود. در اصل علاقه تابعین تبع تابعین به نهایت زیاد شد. و امروز شکرانه نعمت الله در دنیا هیچ کتاب محفوظتر از قرآن عظیم شأن نیست. همین میده ترین براشوره ها اینقدر حافظه که قرآن داره ندارن. این هم کتابایی که 8 ورق 10 ورقن این از شدگی نیست که قرآن. این یک نعمت بزرگی است که خدای تعالی برای امتهای محمد صلی الله علیه و سلم داده است. حضرت موسی در کوه طور پیش خدای تعالی مناجات کرد. گفت ربی اینی اجید فی التوراة امتا. خدایا وقتی که تورات میخوندم صفت امت را دیدم اناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها حفظا. کتاب الله از یاد میکرد یعنی کتاب الله در قلبشون است در سینه هاشون. و کان من قبلهم یقرؤون کتبهم نظرا لا یحفظونها.
در صورتی که قومایی که پیش از یا بودن حفظ کرده نمیتونن کتابشون، کتاب از روی کاغذ میخونن، ولی همین کتاب الله از یاد میکرد، یعنی کتاب الله در قلبشون، در سینه هاشون. و کان من قبلهم یقرؤون کتبهم نظرا لا یحفظونها، در صورتی که قومایی که پیش از یا بودن حفظ کرده نمیتونن کتابشون، کتاب از روی کاغذ میخونن، ولی هم یهودی‌ها را دیده هیچ خیلی مراسم میگذرونن، نصرانی‌ها را دیده در پیش و کتاب میمونن، ای بولوش میخونن. فجعلهم امتی، پروردگار رو همه امتی سربلندی را که اینقدر حافظی کتابی تا هستم، اینقدر مقصد کتابو رو از یاد میکنم، اینقدر میل رغبت دارم به کلام تا، همه را امتی من بکن. حضرت خداوندی گفت یا موسی تلک امت احمد صلی الله علیه و سلم، یا موسی گفت این امت های حبیبی من محمد صلی الله علیه و سلم هستند. اینا ببینه برکت و خداوند که ختم قرآن داره. متاسفانه حالی را بدین مسجدایی که ختم ندارن. اینا ببینه یکی از صفات‌های بزرگترین امت محمد صلی الله علیه و سلم همین حفظ قرآن است. در صف نماز ششتگی خدا در پیش مو چای هم هستی، آب هم هستی. مسجد ساکین نازنینه که ایده طرف تریزه شمال اومده است. آخه چه زور مول میآید؟ زور بیچاره قوری نمیآید که فکر میکنه چخیل بخونم، یکی غلط نکنم. ما به هر یه حرفی که میشنویم خدای تعالی امر میکنه در نامه اعمال و حسنه بنویسن، هر حسنه 10 ثواب داره. برای هر یه حرفی میشنیدگی 10 ثواب میگیری. پیغمبر گفت لا اقول الف لام میم حرف، من نمیگم که الف لام میم یک حرفه، ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکه همین در یک الف لام میم 30 ثواب میگیری. الفش یک حرفه، لامش حرف دیگه، میمش حرف سوم. یک پوره قرآن ای سبحان الله، این چقدر حرف داره، خدا خودش دانه چقدر ما ثواب گرفتیم. همین نعمتی هست که این نعمت استفاده بردن در کار برادر عزیز. خدا شاهد، الحمدلله من خدا را سپاسگزارم. هر معرکه میریم گجوی بریم، اگر بینیم که همین ختم نباشه قطعا ایشون قریم با سراسیما ترکش میکنیم و مسجد میریم که ختم قرآن باشه. این الحمدلله این روز 21 شب 21 ولی ترک نکرده. همین آدم رو بسته به خود شد. در غیر رمضان ایگه میتونی ختم قرآن با فرض بگذرونی؟ قرائت در داخل نماز فرض است. همین ختم ما میگذریم، ختم فرضی است یا خیر؟ هر کسی در رمضان یک فرض را انجام بده ثواب 70 فرض میگیره. این ایرا نعمت میگن. درهای جنت وا بود امشب از بی‌دماغی گفتیم فردا. خدای تعالی درهای جنت رحمت چواز کرده است. ای به خشی را خیلی پگه میکنم، پگه دیگه میکنم. آدمی با عقل هیچ وقت کاری امروزه را به پگه نمیگذاره. خداوند ختم قرآن تون قبول و مقبول آمین. قاری بشر پروردگار از جميع بلا و گزنده حفظ کنه. خداوند غیرت و همت مبته که در هر خونه اقلا هم یک قاری تربیت کنه. ولی ایو همه نتیجه مهنتی همه قاریایی هستند که از فرصت استفاده بردن بیچاره و با وجود تمام این مشکلات باور کنه دیگه به نرخ طلا میکنن قاری میکنن که بیان خط بگذارن. با خدا قسم و زمانای رایو داریم که قاریا نمیرسید، همه یک دسته قاریا 3-4 نفر می اومدن در یک مسجد 3 روز ختم میکردن، او میرفتن مسجد دیگه در 3 روز ختم میکردن. یا تو هستی او همین نعمتی پروردگاره به قدر نعمت که نرسی خداوند میگیره نعمت چه. ولا این کفرتم این عذابی لشدید، از این عذاب سختتر میشه و که حافظ قرآن نیابی که ختم قرآن رو بگذرونه در مسجد، خیلی مصیبت میشه. پروردگار حفظ کنه.